شاید با شنیدن جمله افغانستان ثروتمندترین کشور دنیاست کمی متعجب شوید، اما با نیم نگاهی به معادن و منابع سرشار غنی این کشور به این نکته پی میبریم که چندان هم دور از واقعیت نیست. افغانستان معادن بیشماری دارد و برخی از معادن این کشور در جهان شهره آفاق است. از هزاران سال پیش مصری ها در چشمان مجسمه آخناتون و ملکه نفرتیتی از لاجورد این سرزمین استفاده کردند. با آنکه برخی از معادن این کشور استخراج شدند و از گذشته های بسیار دور لاجورد، طلا و نمک در بدخشان، مس و آهن در قندهار و کابل استخراج می گردید، ولی باز هم معادن بسیاری در افغانستان وجود دارد که تاکنون دست نخورده باقی مانده است. روزنامه نیویورک تایمز در گزارشی در مورد معادن افغانستان نوشته که میزان ذخایر موجود در معادن تازه کشف شده لیتیوم، آهن، مس، کوبالت و طلا در جنوب افغانستان به حدی است که میتواند این کشور فقیر را به یکی از مهمترین کشورهای جهان تبدیل کند. اندیشکده اقتصاد و سیاست با انتشار مطلبی به ثروت‌های نهفته کشور به اصطلاح فقیر و جنگ زده افغانستان پرداخته است. 1. لیتیوم برابر با نفت عربستان. تمام کمپانی‌های دنیا از جمله اپل، سامسونگ و حتی ناسا خواهان لیتیوم هستند، چون لیتیوم در ساخت باتری‌های موبایل و سایر فناوری نوین مورد استفاده قرار می‌گیرد. 2. آهن حاجی گک، ذخایر به مقدار 2 میلیارد تن. 3. اورانیوم، هیچ کسی تا حال نتوانسته ارزش آن را اعلام کند و در ساخت فناوری هسته‌ای استفاده می شود. معادن آن در ولایت هلمند و کنر وجود دارد. 4. مس، ذخایر آن در افغانستان برابر است با بزرگترین و ارزشمندترین معدن مس جهان در کشور شیلی. 5. طلا، بزرگترین معادن دست نخورده طلای جهان همین اکنون در افغانستان موقعیت دارند و مقدار بسیار کمی از آن از سوی دشمنان به شکل غیر فنی استخراج می شود. 6. گاز، مجموع ذخایر آن با ارزش بیش از 1 تریلیون دلار، یعنی نصف ارزش مجموعی گاز عراق. 7. زمرد، با کیفیت تر از زمرد کشور کلمبیا و حتی در جهان است که ذخایر آن در پنجشیر و نورستان موقعیت دارد. 8. لاجورد، با کیفیت ترین، بزرگترین و قدیمی ترین معادن لاجورد جهان، حتی فرعونهای مصر از لاجورد استخراج شده این معادن در قصرهای خود استفاده می کردند. این سنگ گرانبها باعث بقای طولانی طالبان شده است. 9. آب، افغانستان همه ساله بیش از 50 میلیارد متر مکعب آب را به کشورهای همسایه به طور مجانی می‌دهد که ارزش حداقلی آن 50 میلیارد دلار است. 10. الماس، الماس ناشفاف و به رنگ‌های زرد، سبز و سرخی مایل در بعضی از نقاط کشور یافت شده که گفته می شود اگر معادن آن یافت و استخراج شود حتی با کیفیت‌تر و با ارزش‌تر از الماس آفریقایی خواهند بود. متاسفانه تاکنون از این ذخایر بزرگ افغانستان که میتواند در رفاه و ثبات اقتصادی و توسعه اقتصادی دراز مدت این کشور نقش مهمی ایفا کند بسیار کم بهره برداری شده است. در حال حاضر نفت و گاز در شمال افغانستان توسط شرکت‌های کانادایی و چینی استخراج می شود و چند معدن کوچک زغال سنگ و همچنین توسط مردم محل سنگ‌های قیمتی مانند یاقوت و زمرد از سنگلاخ‌ها استخراج می شود. چالش‌های استخراج معادن.
فساد مالی، افزایش خطرات امنیتی، ضعف حکومتی و طمع ورزی طالبان و چشم دوختن شبه نظامیان به معادن غنی افغانستان از مهمترین دلایل عدم بهره بردن مردم این مرز و بوم از ثروت‌های پنهان کشورشان است. گزارش‌های منتشر شده حاکی از این است که طالبان از استخراج غیرقانونی معادن سالانه ده‌ها میلیون دلار به دست می‌آورند. یکی از مهمترین منابع تأمین مالی افغانستان استفاده و بهره برداری صحیح و سالم از معادن است و امید است دولتمردان افغانستانی با استفاده صحیح و سالم از چنین سرمایه‌ای مقدمات توسعه و رشد کشورشان را فراهم